از صحنه‌های درخشان تا زندگی ناشناس در غربت. این داستان واقعی بازیگرایی که با تصمیم مهاجرت یه جور دیگه شکست خوردن. فکر می‌کردم مهاجرت همه چیز رو بهتر می‌کنه، ولی اینجا فقط یه آدم بی‌معنا شدم. این جمله رو برزو ارجمند گفت. بازیگر معروفی که روزی تو خونه‌های همه ما بود، حالا هزاران کیلومتر دورتر از وطن داره از چیزی حرف میزنه که شاید خیلی‌ها جرأت گفتنش رو نداشته باشن. پشیمونی از مهاجرت. ولی مگه هنرمندها چرا مهاجرت می‌کنن؟ زندگی تو کشورهای دیگه براشون چی داره؟ و چرا بعضی‌هاشون با چشم‌های اشک‌آلود میگن ای کاش نمی‌رفتیم؟ ماجرا از اینجا شروع میشه که خیلی از هنرمندان ایرانی بعد از سالها کار در تلویزیون، سینما یا تئاتر تصمیم گرفتن کشور رو ترک کنن. بعضی‌هاشون دنبال آزادی‌های بیشتر بودن، بعضی‌ها دنبال آینده بهتر برای بچه‌هاشون، بعضی‌ها هم از فضای کاری خسته شده بودن. اما چیزی که خیلی‌ها پیش بینی نمی‌کردن، واقعیت سخت زندگی در غربت بود. برزو ارجمند در گفتگو اخیرش با رها اعتمادی صریح‌تر از همیشه صحبت کرد. گفت که مهاجرت باعث شده درهای زیادی به روی خودش بسته بشه، از لحاظ کاری، از لحاظ احساسی. اون گفت وقتی مهاجرت کردم فکر کردم فرصت‌های جدیدی پیدا می‌کنم، ولی اونور دیدم که حتی برای بازی توی یه تبلیغ ساده هم منو نمیشناسن. من که توی ایران هزاران نفر منو میشناختن، اینجا شدم یه آدم معمولی و بی‌معنا. ولی نکته جالبتر این که همونجا اضافه کرد با همه اینا پشیمون نیستم. اما واقعا این حرف به معنای رضایته یا صرفا یه تلاش برای کنار اومدن با تصمیمی که برگشتی براش نیست؟ برزو تنها نیست. پرستو صالحی، رونق یونسی، رامسین کبریتی، صدف طاهریان، گلشیفته فراهانی و خیلی‌های دیگه هر کدوم مهاجرت کردن و هر کدوم سرنوشت متفاوتی داشتن. بعضیا مثل گلشیفته تونستن راهشون رو تو سینمای دنیا پیدا کنن، ولی بعضیا حتی نتونستن یه شغل ثابت داشته باشن. تو مصاحبه‌ای که این افراد توی سال‌های اخیر داشتن، بارها از حس دلتنگی، قطع ارتباط با خانواده و جامعه و حتی احساس بی‌هویتی صحبت شده. خیلی‌ها میگن اینجا کسی ما رو نمیشناسه. ما اون آدم معروف توی ایران بودیم، ولی اینجا فقط یه مهاجریم. این وسط رسانه‌ها نقش جالبی داشتن. بعضی از سایت‌ها و کانال‌ها با تیترهای جنجالی نوشتن برزو ارجمند از مهاجرت پشیمان شده. زندگی سخت هنرمندان در خارج از کشور. ولی واقعیت همیشه سیاه و سفید نیست. بیشتر وقتها خاکستریه. آدم‌ها ممکنه از یه تصمیم سخت پشیمون نشن، اما دلشون برای گذشته تنگ بشه. ممکنه از شرایط فعلیشون ناراضی باشن، اما چاره جز ادامه دادن نداشته باشن. بیایید چند لحظه فکر کنید. یه بازیگر سالا تلاش کرده، شهرت کسب کرده، کلی مخاطب فالوور داره، بعد مهاجرت میکنه و یه شبه تبدیل میشه به کسی که حتی واسه پیشخدمت توی یه رستوران باید رزومه بنویسه. این شکستن شخصیت گاهی از هزار فشار مالی بدتره. یکی از جمله‌های تاثیرگذار برزو ارجمند این بود: اینجا حتی اگر وطن فروش هم نباشی تو رو اونجوری میبینن چون فقط رفتی. این جمله درد عمیق رو نشون میده. درد آدمی که نمیدونه با مهاجرتش بین دو دنیا گیر افتاده، نه اونور کاملا پذیرفته شده، نه اینور جایی براش باقی مونده. مهاجرت یک انتخاب شخصیه، ولی برای هنرمندهای این انتخاب به قیمت هویت، حرفه و حتی عشق به مردم تموم میشه. نمیشه گفت تصمیم درستی گرفتن یا نه، ولی میشه فهمید که انتخاب آسونی نبوده و عواقبش تا سالا همراهشونه. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک یادت نره و حتما کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش، مخصوصا اگه یه روز خودت هم سر دورایی مهاجرت قرار گرفتی.